سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری بتونید از این تابلوها درست کنید، اونم خیلی راحت. پس این ویدیو رو لایک کنید و به کانال من سابسکرایب کنید. من ابوالفضل هستم. من راجع به همه ساختنی‌ها ویدیو میگیرم. در نگاه اول یه تابلو خیلی ساده است که این شکلیه. اما وقتی کلیدشو بزنم من خودم به شخصه اینو حتی از این میزی که اینجا ساختم هم بیشتر دوست دارم. واقعا خیلی خوشگله. این پشت تابلو ماه که به این شکله، یعنی یک کارتون گذاشتم پشتش با چسبوندم بهش تا نور ما رو تامین کنه. خب این کارتونی که میبینید پشتش کلی LED وصل شده. 3 نوار LED 220 ولت نیست، 12 ولته که پشت این وصل شده. اینجا هم کاغذامون رو میبینیم که الان باز میکنم براتون و نشونتون میدم. خب بچه‌ها، کل وسایلی که شما نیاز دارید روی میز من الان هسته. شما نیاز به 4 تا ورقه آچار دارید که باید برید پرینت بگیرید. من روی کاغذ آچار معمولی پرینت گرفتم، اما اگه بتونید داخل کاغذ عکاسی پرینت بگیرید کیفیت کارتون خیلی بیشتر میشه. یه قاب معمولی نیاز داریم که قیمتش 100,000 تومانه. این کاغذا هم که میبینید دونه 20,000 تومان من پرینت گرفتم که کلا شده 80,000 تومان. به علاوه این که میشه 180,000 تومان. اما این همه کار نیسته. ما به چراغ هم گفتم نیاز داریم دیگه. 3 تا نوار LED چراغ هم نیاز داریم که قیمت اینم حدودا 120,000 تومان تا 150,000 تومان میشه. اینم میز منه که خودم ساختم. اگه میخواید آموزششو بذارم توی کامنت ها بهم بگید که براتون آموزش ساختشو بذارم. خب پشت کارتون 3 تا لایه LED رو وصل میکنید. حتما 12 ولت باشه که راحت تر بتونید استفاده کنید. وقتی که وصل کردید پشت کارتون، شما این کاغذ رو نیاز دارید. این کاغذ اولمونه که پشتش رو همونطور که داخل تصویر میبینید روشن میکنه برام. وقتی که همش رو پرینت گرفتید، 2 تا از اینا رو باید جاهایی که مشخص کرده و با کاتر در بیارید. به این صورت در که آوردین باید بزنید رو همدیگه و بعد بذارید داخل قابمون. فایل های این عکس‌ها رو من داخل کانال تلگرامم میذارم که میتونید برید دانلود کنید و برای خودتون پرینت بگیرید. خب وقتی که این 2 تا فایل رو گرفتید بریز زدید، باید بیارید این شکلی روی همدیگه بذارید. همونطور که میبینید دقیقاً همون جایی که خالیه و این پر میکنه. بعدش رنگ سفیدمون رو باید بگیریم بذاریم روش و بعدش نقاشی آخرمون رو باید بذاریم روش. به این حالت. بعد از اینکه 4 تا ورقه رو همدیگه گذاشتید، باید وارد قابتون کنید. به این حالت میتونید وارد قاب کنید. البته پشتش رو چسب بزنید که تکون نخوره. خب وقتی که این تصویرها گذاشتین داخل قابتون، باید این کارتونی که روش نوار LED وصل کردیم و بذاریم پشت این. و وقتی که بذارید پشتش و روشن باشه، به این حالت در میاد این تابلو جادویی ما. خیلی ساختش راحته. با کمتر از 300,000 تومان هم میتونید درست کنید. این بود از آموزش کلی ساخت این تابلو جادویی. اگه دوست داشتید که آموزش این میز خوشگلمونم براتون بذارم، این ویدیو رو لایک کنید و به کانال من سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بگید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.